یکی از جایهای دوست داشته زنان، مغازه طلا فروشی در بازار کاروان دوشنبه. در آستانه روز مادر کاری فروشندگان اینجا زیاد شده است. مرزیه خانم اینجا دخترش را همراهی میکند. من نمیدونم حالی انتخاب کرده. سلای چقدر انتخاب کردی؟ سلای ترکی. سلای خیلی نه اونقدر قیمت و نه اونقدر ارزان. به مقدار مبلغ. انتخاب طلا اینجا زیاد است. طلا ایتالیایی، اوکراینی، روسی و البته ترکی پیدا میکنید. قیمت ها نیز گوناگون است. قیمت جواهرات در اینجا از 300 سومانی شروع می شود. فروشندگان و میزاجان گفتند که قیمت ها وابسته به نوع است. اگر طلای نوعی 585 باشد، 1 گرمی آن 300 سومانی است. اگر نوعی 750 و یا بالاتر باشد، قیمت هم بالا می رود. فروشندگان میگویند اینجا همه قانونی است و بسیار کم می شود که کسی فریب خورد. بعضی ها فکر میکنند اینجا بازار است. جواهراتش تفتیش نشده و بد است. این گونه نیست. شاید از بین 100 نفر یک به انصاف پیدا شود که جواهرات بی صفت را میفروشد. هیچ مغازه حالا جواهرات را بی تفتیش دولتی نمیفروشد. در بازار کاروان تقریبا 100 مغازه جواهرات و طلا فروشی است، ولی فروشندگان و مشتریان از صحبت خودداری میکنند. میگویند ممکن است دزدان آنها را ببینند و به خانهشان دزدی بیایند. از این جای فروش طلا و نقره در کاروان معلومات زیاد گرفتن مشکل است، چون فروشندگان زیاد میل صحبت ندارند. نمیگویند که جواهرات را از کجا میآورند، اسرارشان را مخفی می‌دارند. ولی آنگونه که به ما گفتند اینجا دولتی است و اجاره دهندگان و فروشندگان موافق قانون کار میکنند. ولی مشتریان هم بودند که به رادیو آزادی گفتند از اینجا گوشوار زیبای طلا خریدند، ولی بعد مدت سیاه شد. هم از شوهر گپ شنیدند و هم برای پولشان غمگین شدند.